بحثی که من امروز میخوام مطرح کنم در مورد یک جلسه غیر علنی که شورای امنیت سازمان ملل داشته. البته یه سری بحثی در مورد اون که علنی شد در مورد سوریه بحث کردن و به هر حال یک قطعنامه پیشنهادی مشترک آمریکا و روسیه داده شد که مشخص میشه مواضع نزدیک شده. همون چیزی که من همون اوائلی که احمدالشهر حاکم شد عرض کردم خدمتتون، به نظر میرسه آنچه در سوریه داره اتفاق میفته یک پروژه جهانی و بر اساس یک اجماع جهانی. اینطور نیست که مثلا حالا یک گروهی که سالها در یک گوشه از سوریه داشتن یک کاری انجام میدادن به یک بار انقدر قدرت پیدا کنن که سراسر سوریه رو ظرف 10-11 روز به دست بیارن و بعدم وضعیتشون طوری باشه که بلافاصله مقامات درجه اول ترکیه، قطر، عربستان و بسیار از کشورها اونجا رفت آمد کنن، از شهر رو دعوت کنن به کشورهای دیگه سوریه رو برگردونن به بعضی از مجامع بین‌المللی که اخراج شده بوده، مثل کنفرانس اتحادیه عرب، کنفرانس اسلامی و غیره و ذالک. مشخصا یک پروژه جهانی بود و اینکه الان روسیه و آمریکا که حتی در مورد مهمترین مسئله‌ای که ترامپ وعده داده بود، یعنی مسئله اوکراین، هر روز تفاهم نرسیدن، اما در مورد سوریه یک بیانیه مشترک دارن. اون سر جای خود. اما خبرهایی که در مورد اون نشست غیر علنی شورای امنیت اومده بیرون، یک نکتهش توجه من جلب کرد. حالا مشخصا به نظر میرسه علیرغم همه اختلافاتی که در دنیا وجود داره در خصوص فشار بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و به عبارتی حتی افزایش فشار در عرصه‌های دیگه اختلاف وجود نداره و به هم بسیار نزدیکن، دارن با هم دیگه همکاری میکنن و به گمانم این همکاری روز به روز هم بیشتر خواهد شد. اما یک نکته‌ای که وجود داره اینه که خب میدونید اروپایی‌ها از مدت‌ها قبل خودشون آماده کردن، هم تذکر رسمی دادن و هم تحرکاتی که دارن انجام میدن اینه که نشون میده بناشون بر اینه که فشارها و جمهوری اسلامی زیاد کنن و به خصوص از امکان مکانیزم ماشه میخوان استفاده کنن. قبلا توضیح دادیم که در ماه اکتبر اعتبار 10 ساله بر اون قطعنامه 2231 که عملا پشتوانه برجام به نوعی آیین‌نامه اجرایی اون قطعنامه است، در اکتبر یعنی در مهر ماه سال جاری، سال 1404، حالا از نظر میلادی سال جاری، از نظر سال شمسی سال آینده، به پایان میرسه و اگر دقت کنید اگر اقدام خاصی انجام نشه به طور کامل تحریم‌ها از بین میره، مگر اینکه قبل از به پایان رسیدن برجام یک تدبیر اندیشیده بشه و بهترین کارش هم مکانیزم ماشه است. و اروپایی‌ها هم عرض می‌کنم در بیانیه‌هاشون و تذکراتشون و حرف‌های رسمی و غیر رسمیشون گفتن و هم تحرکاتشون نشون میده که نمی‌خوان فرصت رو از دست بدن. یعنی فرصت حدود 7 ماهه‌ای که باقی مونده، 7 ماه و چند روز باقی مونده از اعتبار برجام، حتما خب باید یه مقدماتی هم فراهم بکنن که بتونن مکانیزم ماشه رو فعال کنن و اگر این کار انجام بدن بدونه که نیاز باشه قطعنامه جدیدی در شورای امنیت مطرح شه که ممکنه ریسکی باشه. من البته به شخصه ریسکی نمیدونم، معتقدم اگه قطعنامه مطرح شه روسیه و آمریکا، روسیه و چین هم حمایت خواهند کرد از اون قطعنامه، ولی به هر حال چون ممکنه بعضی از اختلافات بین آمریکا و روسیه و چین یا بعضی از کشورهای دیگه یا اروپایی‌ها باعث بشه حتی بعید نیست یا ترامپ بیاد مثلا قطعنامه رو وتو بکنه. یعنی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست چون اونها مسائل خودشون براشون مهمتر از کل ایران و ایرانی هاست. اما فعال کردن مکانیزم ماشه کاملا غیر ریسکی، یعنی اگر مکانیزم ماشه فعال بشه تمام تحریم هایی که بر اساس اون 7 قطعنامه ذیل فصل 7 شورای امنیت، قطعنامه‌ای که حالا بعضیش ذیل فصل 7 و بعضیش نبوده، به هر حال در دوره احمدی نژاد 7 قطعنامه علیه ایران تصویب شد یا علیه جمهوری اسلامی که منتها هزینه‌شو ملت ایران پرداخت میکنن. اون قطعنامه ها تمامش برمیگرده، یعنی بدون که نیاز به اقدام خاصی باشه، بدون که نیاز باشه به شورای امنیت بره و ریسکی باشه، به طور طبیعی برمیگرده. خب این چیزی بحثی که مطرحه، جمهوری اسلامی هم به شدت ازش نگرانه. فشارهای یک طرفه آمریکا به اندازه فشاری که فقط ظاهرا فعلا طرفش آمریکاست، اون فشارها به اندازه کافی جمهوری اسلامی رو مستعصل کرده. حالا حساب بکنید که فشارهای جهانی هم اعمال بشه. تو این شرایط من دیدم بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی دچار یک خوشحالی بچگانه شدن، مثل که اسباب بازی آمریکا بهشون داده. یادتون باشه همون اوایل کار ترامپ یک قطعنامه در شورای حقوق سازمان ملل مطرح شد، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، علیه وضعیت حقوق بشر در ایران و
آمریکا رأی نداد در اونجا، در جلسه حاضر نشد. کلی خوشحالی کردن که آقا ترامپ ببین داره موضعش عوض میشه، ترامپ داره نمیدونم اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو تنها میگذاره. ابوالفضل کاشیان هم همین عرض کردم، گفتم مکانیزم ماشه خود به خود اگر تا اون زمان هر کدوم مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، باید منتها فعالش بکنن، نه اینکه خود به خود بشه. اگر تا پایان اعتبار برجام کاری انجام ندن، اون قطعنامه خود به خود لغو میشه. اما اگر مکانیزم ماشه رو فعال کنن، قطعنامه به طور اتوماتیک برمیگرده بدون که نیاز به شورای امنیت باشه. بگذاریم در اون زمانی که آمریکا در شورای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یا شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی نداد به قطعنامه ضد ایرانی، کلی اینا کیف کردن که آقا ببین ترامپ داره موضعش عوض میشه. ولی چند روز بعد آمریکا کلا از اون شورا خارج شد. یعنی اصلا آمریکا در واقع اون شورا رو به رسمیت نمیشناخت که بخواد در اونجا شرکت کنه و به نفع جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی رأی بده. الان دیدم که رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از بعضی از دیپلمات‌ها از اون جلسه غیر رسمی شورای امنیت با اظهار خوشحالی گفتن که آمریکا چیزی در مورد مکانیزم ماشه نگفت. ببین مثل شادماریانشون که میگفتن آقا نماز برگزار کرد و اتفاق نیفتاد. یعنی اصل برای اینه که هر تجمعی برگزار میشه، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، حتما باید یک خروجی علیه جمهوری اسلامی درش باشه و همینقدر که یک خروجی نباشه اینا کلی کیف میکنن. رسانه‌های جمهوری اسلامی خیلی اظهار خوشحالی کردن که در این نشست شورای امنیت که 3 کشور اروپایی به نوعی در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه صحبت کردن، آمریکا هیچ چی نگفته. در همین حد خوشحالن که آمریکا هیچ چی نگفته، که حالا اصلا مشخص نیست آمریکا. حالا جالبه که اگر آمریکا چیزی میگفت، اینم جالبه که اگر آمریکا چیزی میگفتن اصلا آمریکا چون از برجام خارج شده حق نداره در مورد حرف بزنه. و حالا که حرف نظر ذوق میکنن. این نشون میده که وضع جمهوری اسلامی چقدر در حالت استیصاله و چقدر بحثی که من بارها مطرح کردم روزمرگی میکنن. از اون طرف یعنی ببینید این شادی کودکانه و این چیزی که من تصویری که در اینستاگرام گذاشتم برای اعلام برنامه همینه که ظاهرا ترامپ داره یه اسباب بازی به خامنه‌ای میده. یادم میاد که در دوره خاتمی وقتی بحث‌های هسته‌ای مطرح بود، علی لاریجانی گفته بود که ما در مذاکرات هسته‌ای در غلطان دادیم و آب نبات گرفتیم. در غلطانش نمیدونم چی بود، آب نبات نمیدونم چی بود. الان ظاهرا به همین قدر که آمریکا نگفته ما می‌خوایم مکانیزم ماشه رو فعال کنیم، رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی جشن گرفتن که آمریکا هیچ چی نگفت. در کنار این شادی کودکانه، یه شادی کودکانه دیگه هم دارن که این اتفاقا این به نظر من خیلی حساس تره. اینی که یک نشستی در پکن بوده بین معاونان وزرای خارجه جمهوری اسلامی چین و روسیه. اولا اون معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که شرکت کرده در نشست پکن از اون تحمیلی هاست، یعنی خیلی هم هماهنگ با عراقچی و دولت پزشکیان نیست. سطحش هم سطح خیلی مطلوبی نیست. قبلا نماینده ایران بوده در دفتر اروپایی سازمان ملل بحث حقوق بشر، اینو مطرح که بسیار آدم رسوایی هم هست، کاظم غریب‌آبادی. ولی حالا خروجی اون نشست یک بیانیه است و جمهوری اسلامی رو اینم خیلی داره اظهار شادمانی میکنه که برای بیانیه مشترک جمهوری اسلامی، چین و روسیه حمایت کرده از دسترسی ایران به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای. بعدم از اون که میگن ما تکنولوژی صلح‌آمیز ما اصلا مشکلی نداریم، حرفای متناقض هم میزنن. ولی عرض میکنم در کنار اون خوشحالی ناشی از اسباب بازی حالا مجازی هم تازه بوده، چون آمریکا کاری که نکرد، اینا تو ذهنشون اومده که از آمریکا یه جور هوای ما رو داره. در کنارش دارن اظهار خوشحالی میکنن و که 3 کشور که یکیش هم خودشونن، جمهوری اسلامی، چین و روسیه، بیانیه صادر کردن. نکات مهم بیانیه اینه که بله گفتن که ما باید حق دسترسی ایران به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو به رسمیت بشناسیم. خب این چیزی که روتین همه میگن، فکر نمی‌کنم هیچ کس هم در دنیا حداقل بر زبان یا در بیانیه بگه که نه ایران حق نداره تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشه. همه اظهار نظرانی که جمهوری اسلامی دروغ میگه و به بهانه دسترسی به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای داره بمب هسته‌ای تولید میکنه. همین اخیراً وزیر خارجه آمریکا گفتش که جمهوری اسلامی تنها کشوریه که بمب نداره اما اورانیوم رو تقریباً در سطح مورد نیاز بمب داره غنی‌سازی میکنه. یعنی همه حرفایی که بهانه میگن. از اولم که مذاکرات شده بحث بر سر این بوده که اصلا ایران در اون حد معادن اورانیوم نداره که بخواد از طریق غنی‌سازی نیاز خودش رو برطرف کنه. حرف درستی هم هست.
اینو قبلا از من شنیدید، یه فردی بود نام قناد، دکتر قناد میگفتن، معاون سازمان انرژی اتمی. فکر میکنم سال 82 یا 83 من خودم از تلویزیون جمهوری اسلامی دیدم، 20 سال پیش 21 سال پیش، در گفتگو با این مرتضی حیدری که بعد از ساعت 10 شب بعد از اخبار گفتگو داشت، سوالی که مرتضی حیدری از این دکتر قناد کرد این بود که آیا ما در ایران اصلا به طور کلی به اندازه کافی اورانیوم داریم که حتی برای یک نیروگاه که بخوایم غنی سازی کنیم و ازش استفاده کنیم؟ گفت نه. ظاهرا تنها معدنی که به صورت رسمی اون موقع مطرح بود معدن زاغند اطراف یزد بود. بعد گفت پس ما چرا داریم غنی سازی میکنیم؟ گفت همیشه که اوضاع اینطوری نمیمونه، بالاخره ما اگر بحث تحریم‌ها برطرف بشه و شرایط عادی بشه، ما اورانیوم وارد میکنیم و غنی سازی میکنیم. خب اون خبرنگار بیش از این حق نداره سوال کنه، ولی خب سوالی که همون موقع من در آفتابی از نوشتم، خب این سوال مطرح میشه که اگر تحریم‌ها برداشته بشه و به شما اورانیومی بدن که شما غنی سازی کنید، خب کیک زرد بهتون میدن. اصلا اورانیوم گرید مورد نیاز برای نیروگاه میدن. کدوم آدم عاقلی وقتی میتونه تحریم نیست بره مثلا 1 کیلو اورانیوم بخره برای مثلا یه مدتی از مصرف نیروگاه، بره چند ده تن سنگ اورانیوم با 1% 2% غلظت وارد کنه غنی سازی بکنه؟ کدوم احمق این کارو میکنه؟ خب مشخصا دنیا از روز اول همین رو مطرح میکرد و میگفتش که با توجه به اینکه نه به اندازه کافی حداقل ها معادن و مخازن و ذخایر اورانیوم در ایران نیست، جمهوری اسلامی دنبال و نمیتونه در حد نیاز نیروگاهاش تامین بکنه، دنبال غنی سازی برای بمب و الان همین از مسئله مطرح میکنن. پس اینکه در بیانیه سگانه روسیه، چین و جمهوری اسلامی گفتن که ما از حق دسترسی ایران به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای دفاع میکنیم، هیچ کس در دنیا تکذیب نکرده. با دروغ‌های جمهوری اسلامی کار دارن. دروغ هم نباشه، وقتی که یک حکومت اینقدر ضعیف و ذلیل و خاک بر سر تو سر خور میشه، دنیا بهش زور میگه. نه دنیا، امروز طالبان هم به علی خامنه‌ای زور میگه خامنه‌ای هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب این بحثش که مثلا خیلی بهش دارن ذوق و شوق میکنن. در کنار همون تو همین بیانیه از جمهوری اسلامی خواستن، بیانیه که خود جمهوری اسلامی هم ذکر کرده، خواستن که به همکاری‌هاش با آژانس ادامه بده که همین اخیراً آژانس گفته که جمهوری اسلامی مخفی کاری خیلی کرده. یعنی اگر یک حرف روتین همیشگی که جمهوری اسلامی حق دارد به به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشه، در کنارش یک هشدارم، این هشدار وقتی معنی دار میشه که آژانس اخیراً اعلام کرده که اولا جمهوری اسلامی مخفی کاری کرده و ثانیاً میزان ذخایر اورانیوم بالای 60% جمهوری اسلامی در حد ساخت چند تا بمب داره میشه. در این بیانیه سگانه یه نکته دیگه هم وجود داره که این دیگه واقعا تمسخر به معنای واقعی، یعنی اگر جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی، شهرداری تهران، دولت پزشکیان، دولت خاتمی، دولت روحانی مردم رو تمسخر میکنن با بعضی از تصمیماتشون، از جمله این آخریش که گفتم افزایش کرایه تاکسی به جای 37% 36.8%، دنیا هم جمهوری اسلامی رو مسخره میکنه، از جمله چین و روسیه که انقدر دارن بهشون مینازن. در این بیانیه گفته شده که تحریم ها یک طرفه علیه جمهوری اسلامی محکوم شده و غیر سازنده تلقی شده و گفتن با این تحریم ها یک طرفه کار به جای نمیرسه و این تحریم ها نباید وجود داشته باشه. خب این هم حرفی که میتونه اگر طرف مذاکره یا طرف هشدار یا طرف همراهی و همکاری یک حکومت آدموار باشه، نه یک بیمار روانی وطن ستیز و دنیا خراب کن مثل خامنه‌ای، خب حرف درستی. آقا برای چی شما تحریم یک طرفه اعمال میکنید؟ بالاخره مکانیزم هایی در دنیا وجود داره، شورای امنیت، سازمان ملل، نمیدونم بعضی از مراجع بین‌المللی که اونها میشینن بررسی میکنن، بر اساس بررسی امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای یک تحریم وضع میکنن یا رد میکنن. چرا یک دولت باید به صورت یک طرفه بخواد به دنیا زور بگه که این دولت هم دولت آمریکاست؟ اینم حرف قشنگی میتونه باشه. اما این که میگم جمهوری اسلامی مسخره میکنن، اینجای کاره. همین دو دولتی که در کنار جمهوری اسلامی، یعنی چین و روسیه که در کنار جمهوری اسلامی در پایان نشست پکن محکوم کردن تحریم های یک طرفه جمهوری اسلامی، تحریم های یک طرفه آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو، خودشون بدون که الزام قانونی وجود داشته باشه اون تحریم ها رو اعمال میکنن. الان چین سالهاست به همین بهانه پولهای نفت جمهوری اسلامی رو نمیده. پیوستن جمهوری اسلامی به شانگهای و بریکس هیچ خاصیت اقتصادی برای جمهوری اسلامی نداشته، برای اینکه هم چین
هم هند، هم آفریقای جنوبی، هم روسیه به بهانه تحریم‌های یک طرفه آمریکا پولها رو نمیدن، معامله نمیکنن. در بسیار از بانک‌های چین حتی برای یک ایرانی عادی حساب بانکی باز نمیکنن. یعنی ببینید این که میگم تمسخر میکنن جمهوری اسلامی رو و تو نوش جونش، حکومتی که مردم خودش رو تمسخر میکنه، مردم خودش رو تحت فشار میذاره، حقشه که اینطوری مضحکه و ملعبه دنیا بشه. که چی؟ که چرا تحریم یک طرفه علیه جمهوری اسلامی گذاشتید؟ خب اگه تحریم یک طرفه است و مستند به مصوبات و قطعنامه‌های شورای امنیت نیست و اگر هم بوده بر اساس قطعنامه 2231 و برجام فعلا کنسل شده، چرا چین و روسیه بهش پایبند هستن؟ چرا سایر اعضای بریکس که تحت تاثیر این دو قدرت هستن اونها هم اعمال میکنن؟ هند همچنان به بهانه تحریم‌های آمریکا بسیار از معاملات رو با ایران انجام نمیده. همین چند وقت پیش من صحبت کردم که پزشکیان در صحبتش میگفتش که حتی قطر، عراق و ترکیه پولای ما رو نمیدن به بهانه تحریم‌های آمریکا. یعنی ببینید فقط این نیست که در بیانیه تمسخر میکنن، به نظر میرسه که نهایت تلاششون رو انجام میدن. این نکتهش به نظر مهمه و ببینید که طرفدارای جمهوری اسلامی که و طرفدار خامنه‌ای ببینن که در کنار اینکه خامنه‌ای مردم ستیز، بیمار روانی، وطن سوز، مردم کش، آدم کشه، احمق هم هست و این رو روسیه و آمریکا و چین خیلی خوب فهمیدن. تلاش میکنن با بعضی از حمایت‌های مصنوعی و غیر مؤثر همچنان خامنه‌ای رو خر کنن. من خیلی علنی میگم، نه اینکه فریبش بدن، خرش کنن، میگن آقا ما پشتت هستیم، برو جلو. چون عادی شدن روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با دنیا به خصوص با جهان غرب نیاز جمهوری اسلامی رو به روسیه و چین کم میکنه و اونا نمیتونن به راحتی باجگیری کنن. این اصل قصه است. یعنی در شرایطی که ببینید اروپا داره خودشو آماده میکنه برای اعمال مکانیزم ماشه، آمریکا هر روز دایره تحریم ها رو وسیع‌تر میکنه. اخیراً وزیر نفت جمهوری اسلامی رو هم که حالا نه سر پیاز نه ته چغندر تحریم کرد. اینا کار سمبولیکیه که نشون دهنده اراده دولت آمریکاست. به عراق اعلام کردن دیگه حق نداره از ایران گاز و برق وارد کنه. البته دست ترامپ درد نکنه، خامنه‌ای بی‌شرف که ضد مردمه، لااقل شاید این تحریم‌های ترامپ باعث بشه که صادرات برق کمتر بشه و به مردم ایران فشار کمتر بیاد. ولی این هم روش آمریکاست. یعنی نه تنها فشار داره میاره، بلکه بسیاری از مسائل عادی که روابط دو جانبه بین ایران و عراق هست رو داره مختل میکنه. اعلام کردن جلوی وارد صادرات نفت ایران رو خواهند گرفت و دارن به چین فشار میارن که واردات رو کاهش بده. به همین جهت می‌بینیم که جمهوری اسلامی ناچار شده به راههای به قول خودشون محرمانه رو بیارن که این راههای محرمانه معنیش مشخصه، هزینه‌های اضافی از این کشتی به اون کشتی. مثلا میخوان رد گم کنن، کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی بلند شه بره تو مدت‌ها در یک اقیانوسی آواره باشه، بعد یواشکی بیان چند تا کشتی کوچیک‌تر ازش نفت بگیرن ببرن، بعد بره توی بندرگاهی وایس دوباره اون کشتی نفت رو خالی کنه به کشتی دیگه، بعد ببرن تو چین خالی کنن. بابت همه اینا هزینه‌شو باید جمهوری اسلامی بده، چون چین داره در مقصد نفت رو میخره، هزینه اضافی. بعد تازه یه تخفیف هم به چین بدن رو قیمت جهانی، آخرش هم چین پول رو نده. اینم وضعیت آمریکاست. یعنی اروپا که دنبال مکانیزم ماشه است، آمریکا که تصریح کرده فشار حداکثری رو داره احیا میکنه و احیا کرده. اولینش جلوگیری از صادرات گاز و برق جمهوری اسلامی به عراق. دست ترامپ درد نکنه، موی گندیده بدن ترامپ شرف داره به سطح خامنه‌ای که اون کارش به نفع ملت ایرانه، نیتش به ما ربط نداره. هر کاری خامنه‌ای داره انجام میده میبینیم به ضد ملت ایرانه و ترامپ این حداقل این کارش به نفع ملت ایرانه. ببین من یه توضیح کوتاهی در مورد این قصه برق بدم. ببینید یه موقع توجیه میکردن که ما در ساعات غیر پیک برق صادر میکنیم به عراق و که ما آزاد تولید داریم. همه جای دنیا هست، ولی چون مسئولینشون وطن ستیز نیستن، مردم ستیز نیستن، راههایی پیدا میکنن که برق تولید شده در ساعات غیر پیک رو ذخیره میکنن، در ساعات پیک مصرف میکنن. گیرم شما به خاطر که پولاتون رو میبرید برای حزب الله لبنان و هشت الوحشی عراق و نمیدونم فاطمیون افغانستان و حوثی‌های یمن خرج میکنید، پول نداشتید تجهیزات و تاسیسات لازم برای ذخیره برق از ساعات غیر پیک برای مصرف در ساعات پیک ذخیره کنید.
شما که هم مملکت به هم ریختید، ساعت کار کارمند بردید ساعت 6. خب کارخانجات توی سریشو فعالیتشون رو ببرید در ساعت غیر پیک. به جای که صادر کنید به عراق در شرایطی که مشکل دارید و پولش هم نمیتونید بگیرید. یعنی یه موقع شما میگید آقا من الان برای واردات شیر خشک، برای واردات گندم که قوت لایموت مردمه، ناچارم به مردم فشار بیارم، برق صادر نکنم. هم برقی که خامنه‌ای چند سال پیش گفت که ما جزو 14 قدرت تولید برق در دنیا هستیم. چند برابر شده تولید برق در ایران؟ 14 برابر شده. نگفت جزو 14، گفت 14 برابر شده تو این چند سال تولید برق. حالا گیرم شما میگید که ما به خاطری که وضع اقتصادی خیلی خرابه، همون حرفی که پزشکان چند وقت پیش زد که ما حتی برای نیازهای عادیمون پول نداریم، مجبورید مردم تحت فشار قرار بدید. یه نفر تو اتاق عمل به خاطر رفع قطع ناگهانی برق جونش از دست بده، یکی تو آسانسور گیر کنه، یکی تو حمام باشه آبش قطع شه، حالا هر چی. میگید میدیم پول بگیریم، پولتون هم که نمیدن. این هم از برق. یعنی میخوام بدونید اگر یه جا بهتون گفتن آقا ما یک مکانیزم هایی داریم که در ساعات غیر پیک، جوابشون رو بدید. شما که اون احمق رئیسی اومد ساعت کار کارمندا رو که 6 صبح به خاطری که حرف قبلی خودش رو به کرسی بشونه که ساعت رسمی اول تغییر ندن، به جای که ساعت رسمی تغییر بدن ساعت کار کارمندا رو یه ساعت بردن جلو. خب شما که ساعت کار کارمند برید 6 صبح، ساعت کار کارخانجات هم عوض کنید دیگه، شیفتیش بکنید. بخشی از برقی که در ساعات غیر پیک تولید میکنید اون موقع برید کارخانجات فعال کنید، کارگاه‌های تولیدی رو فعال کنید، از برق استفاده کنید. اما میگم شما میگی آقا من میفهمم این کارو میتونم بکنم اما نمیکنم چون پول ندارم و برای اینکه اولویت بندی میکنم به جایی که مثلا برق خونه ها رو قطع کنم یا نان خوراکی مردم رو قطع کنم، شیر خشک رو قطع کنم، دارو رو قطع کنم، ناچارم برق رو صادر کنم، پولش رو بگیرم. خب اونم که پولش رو بهتون نمیدن. مگه همین اخیراً نخست وزیر عراق، همین نخست وزیر فعلی نگفت ما 11 میلیارد دلار بابت واردات گاز و برق به ایران بدهکاریم اما پولش نمیتونیم بدیم و ندادیم و اونم دنبالش نیستن. حتی اینم گفت اونم دنبالش نیستن. خب ببینید اروپا که مکانیزم باشه، آمریکا که فشار حداکثری، همسایگان جمهوری اسلامی به خاطری که روابطشون با آمریکا به هم نخوره از قطر و عراق و قطر ترکیه هم که پول رو نمیدن. چین و روسیه هم که پول نمیدن. به پیمانهای منطقه‌ای و جهانی هم که جمهوری اسلامی پیوسته مثل شانگهای بریکس، اونجا اصلا بازیتون نمیدن، کاری نمیتونید بکنید. هند که قرار بود تو چابهار سرمایه‌گذاری بکنه، آمریکا جلوشو میگیره. بعد تو این شاید دلتون خوش میاد که روسیه و چین یه بیانیه دادن و از تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. همون تحریمایی که هیچ الزام جهانی روش وجود نداره اما خود روسیه و چین انجامش میدن. و حتما در آینده بدتر خواهد شد، چون هم چین حوزه‌های درگیری زیادی با آمریکا داره که حاضر نیست منافع خودشو یا اگر قرار امتیازات رد و بدلشون امتیاز در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. و روسیه بدتر از چین، روسیه در قصه اوکراین به شدت نیازمند همکاری آمریکاست و حتما 2 برابر فشاری که آمریکا درخواست داشته باشه روسیه انجام میده. ضمن که قبلش هم روسیه عنایتی به جمهوری اسلامی نداشته. قصه سوریه دیگه حدیث مکرر شده، انقدر هممون گفتیم. دیدیم که روسیه چقدر با تحقیر یا نمایاندن حقارت جمهوری اسلامی اینها را از سوریه بیرون کرد. نه تنها دفاع نکرد بلکه به زور گله‌وار ریختشون تو اتوبوس و تو قطار و تو هواپیما از سوریه خارجشون کرد. یعنی حتی قبل از اینکه روسیه نیاز داشته باشه به همکاری آمریکا برای حل مسائلش در اوکراین، قبلش هم روابطش با جمهوری اسلامی اینطوری بوده. باز این حدیث مکرر که بارها همه ما میگفتیم ولی شاید فقط ما استناد میکنیم به جنازه هایی که مکرر از فرماندهان سپاه یا فرماندهان یا اعضای فاطمیون افغانستان از سوریه میومد، میگفتیم اینا نشون میده که پدافندهای سوریه هیچ کاری علیه حملات اسرائیل نمیکنن و پدافندهای سوریه بارها از من شنیدید همشون زیر نظر روسیه بود. این که دیگه الان من نمیگم که سربار اثباتی اومد گفت هر بار اسرائیلی‌ها می‌خواستن به مراکز نظامی یا مراکز سیاسی ما حمله کنن به دستور روسیه پدافندهای سوریه خاموش میشد. این وضعیت جمهوری اسلامیه. اون وقت دلشون رو خوش میکنن به این که در جلسه غیر رسمی شورای امنیت آمریکا چیزی از مکانیزم ماشه نگفته. بازم تکرار میکنم، اصلا آمریکا بگه یا نگه فرق نمیکنه. اگر هم آمریکا میگفت قطعا خبرگزاری ها فاحشه خانه هایی که عنوان خبرگزاری دارن و در ایران کار میکنن وابسته به جمهوری اسلامی میگفتن اصلا آمریکا غلط کرده، گفت آمریکا که از برجام خارج شده، عضو برجام نیست. البته من توضیح دادم
در اون قطعنامه 231 تصریح شده تمام کسانی که در تنظیم اون قطعنامه دست داشتن حق اعمال مکانیزم مباشره دارن. این جمهوری اسلامی مزخرف میگفت، قبلش میگفتش که چون دفعه قبل که در دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ دولت آمریکا تلاش میکرد که مکانیزم مباشره فعال کنه، جمهوری اسلامی میگفتش که آمریکا حق نداره، برای اینکه آمریکا از برجام خارج شده و این استدلال غلط بود. بعدن خودشون اومدن گفتن غلطه. ولی به فرض اگر الان آمریکا چیزی میگفت، اینا میگفتن آقا آمریکا بیخود کرد، آمریکا از برجام خارج شده. اما حتی اگر آمریکا تصمیم بگیره که مکانیزم مباشره جلوشو بگیره، نمیتونه، برای اینکه هر کدوم از امضا کنندگان اون قرارداد و هر کدوم از تنظیم کنندگان قطعنامه 231 امکان فعال کردن مکانیزم مباشره دارن و الان اروپا متحده، یعنی 3 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت، 3 عضو اروپایی دارای حق عضویت در شورای امنیت، یعنی انگلیس، فرانسه، ببخشید آلمان جزو شورای امنیت نیست، ولی به هر حال آمریکا هم آلمان هم جزوشونه، ولی 2 عضو از این ترویکای اروپایی 2 عضوش دارای حق وتو در شورای امنیت هستن که اصلا به شورای امنیت کار نداره. اینا چون دستن در کار تنظیم برجام بودن، آلمان هم میتونه کار بکنه. میخوام عرض کنم که آلمان چون عضو برجام بوده و در تنظیم قطعنامه 231 نقش داشته، میتونه کار بکنه. اما اگر اینم فرض بذاریم کنار، انگلیس و فرانسه که موضعشون بسیار شدیده و به خصوص اگر آمریکا بخواد تکروی کنه در این قصه، مواضع اروپا به خصوص فرانسه و انگلیس خیلی شدید علیه آمریکا، یعنی حتی تلاش آمریکا برای این کار هم مسئله رو حل نخواهد کرد. خب این که دلخوشی کودکانه یعنی همین که جمهوری اسلامی، البته به نظر من سران جمهوری اسلامی میفهمن، اما دلخوشیشون به طرفداران ابلهشون هست، طرفدارانی که یه سریشون راندخور هستن، یه سریشون نادانن، به همین چیزا دلشون خوش میکنن. این هم خاصیت جمهوری اسلامیه که روزمرگی میکنه. اینها همش نشانه های سقوطه. یک حکومتی که حتی امید به 1 سال موندنش داشته باشه، به این دلخوشی های کودکانه دلخوش نخواهد کرد. بیننده محترم، شما در حال تماشای برنامه ما در شبکه بیان بودید. بنابراین از شما دعوت میکنم تا با عضویت و دنبال کردن این صفحه از ما حمایت کنید. فقط کافیه تا آیدی ما بیان مدیا نتورک یا نام شبکه بیان رو در یوتیوب جستجو کنید و روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شده ضربه بزنید. لطفاً این برنامه رو با دوستان و اطرافیانتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که حتما نظرات خودتون رو در بخش مربوط به کامنت ها برای ما ارسال کنید. اگر هم این برنامه براتون جالب توجه بوده، لایک رو فراموش نکنید. بیان رو میتونید در پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، توییتر یا ایکس، اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید و مثل همیشه به وبسایت ما با آدرس bayanmedia.net هم سر بزنید تا از جدیدترین رویدادهای روز آگاه بشید.